چطوری میتونین داوری بکنین؟ ما تعجب میکنم واقعا که الان رو بر روی ما رفتین روی قبر احمد شاه مسعود تن میکنین، بعد میگین ما به تاجیک‌ها و فارسی زبان‌ها و مردم افغانستان احترام داریم. مجاهدتر، مسلمانتر، مستقلتر از احمد شاه مسعود تاریخ افغانستان ندید. با نقدایی که من خودم نسبت به قهرمان ملی دارم یا نسبت به استاد ربانی دارم، بعد میرین دانشگاه استاد ربانی رو اسمش تغییر میدین، اما همه شما میرین سر قبر امان الله گل میگذارین و همونجا قبر عبدالرحمن خان است میرین سر اون قبر یک آدم مستبد خائن ظالم گل میگذارین. چون انصاف ندارین. چطوری میتونین هموطن باشیم؟ اینطوری نمیشه هموطن باشیم. بعد میگین افغانستان، من طرفدار تجزیه نیستم، بارها گفتم افغانستان فدرالی شود، اما تجزیه آخرین گزینه است. افغانستان نبوده، خراسان و ایران آریانا بوده. این افغانستان میتواند نباشد و مثل یوگسلاوی از جغرافیای سیاسی ساقط بشود. چیزی که یک بار نبوده است ایجاد شده است، به لحاظ فلسفی و منطقی یک بار دیگه هم میتواند اون وجود نداشته باشد و میتواند افغانستان وجود نداشته باشد، اما خراسان و ایران بزرگ و تمدن ما خواهد بود. آقای اصولی میگه خیال است. ببین ما در فلسفه 4 تا گپ داریم، تو نمیدانی ایره. یک حس داریم، عقل داریم، وهم داریم، خیال داریم. این بحث خیال ژان پل سارتر یک کتاب داره درباره خیال. بعدش آدم ها دنبال خیالاتشان هستن. غلط هستن که خیالات به خیالات نماند. اول خیال از بد فکر از بدتر از بعد میره دنبال تطبیقش. آسمان را پس دیدم، خیمه بالاتر زدم. خیالات ما فارسی زبان ها خیالات بزرگ است، خیالات انسانی است. امیدوارم که خیالات همه باشد. این خیال خیلی مهم است. شما کنی فلسفه بخواند همش که با تجارت اصلی که نمیشه. خب اینا رو شما نگاه نمیکنید. بگذاریم از این مسئله. بعد شما قرار نیست برای ما تعیین تکلیف بکنید که ما فارسی هستیم یا افغان هستیم یا تاجیک هستیم یا ازبک هستیم یا هزاره. من تعیین میکنم کی هستم، زبانم چی است. من یک تاجیک فارسی زبان ایرانی الاصل هستم و خراسان من 1400 سال بیشتر سابقه داره. افغان تو از قرن 19 و بعد است، او هم زمان امان الله خان هم تکمیل نشده بود. اینطوری بحث نکنید. اگر رجزخانی باشه باز اون بحث بسیار جدا. شما بسیار دور از این حوزه تمدنی و فرهنگی این جهان. الان شما هنوز نمیدونید